سلام بچه‌های عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز میخوایم بریم سراغ درس جدید. آماده این؟ شروع کنیم. درس امروز ما درباره این فلش بزرگه که بهش میگیم محور اعداد. درسته؟ که از 0 شروع میشه دیگه تا هر عددی که خودمون میخوایم. یکی یکی رو به اندازه میریم جلو. مثلا نباید فاصله این کوچولو باشه، فاصله عدد بعدی بزرگ باشه، همش اندازه هم دیگه. خب میخوایم این عبارت ریاضی رو حل کنیم. 2 به اضافه 3. میخوایم با خوشحال این مسئله رو حل کنیم. خوشحال آماده ای؟ آماده. خب نگاه کنید، عدد اول چیه؟ 2. یعنی میریم روی 0 وای میسیم. بچه ها رو 0 باید وایسینا. هر وقتی که میخوای شروع کنی باید اینجا وایسی، نری روی یکی عدد دیگه وایسا یا روی عدد 0. خب روی عدد 0 وای میسیم. چند تا برم جلو؟ 2 تا. 1 2. میایم کجا؟ اینجا. پس از 0 شروع کردیم اومدیم روی 2. بعدش برای عدد دوم از اینجا شروع میکنیم، از 2 شروع میکنیم. چند تا بریم جلو؟ آفرین، 3 تا. خوشحال بپر. 1 2 3. چند تا پریدیم؟ 3 تا. اومدیم روی عدد 5. درسته؟ پس 2 به اضافه 3 میشه 5. به همین راحتی و آسونی. 1 به اضافه 3 مساوی با اینو حل کنید. گفته 1 یعنی بریم روی 0 وایسیم. چند تا بپریم جلو؟ 1 دونه. یعنی میایم اینجا. بعدش عدد دومی 3 تا، یعنی 3 تا بپر جلو. روی 1 وای میسم، من 3 تا میپرم. 1 2 3. اومدم اینجا. پس 1 به اضافه 3 میشه 4. روی محور عددم نشون دادیم. حالا برای عبارت تفریق چی کار میکنیم؟ هر وقتی که بچه ها بینش علامت تفریق بود، به تعداد عدد اول میریم جلو و به تعداد عدد دوم میایم عقب. الان چند تا باید بریم جلو؟ 5 تا. از کجا شروع میکنیم؟ از 0. بریم. 1 2 3 4 5. میریم روی 5. از 0 شروع میکنیم میایم روی 5. بعد گفتیم به تعداد عدد دوم برمیگردیم. خب این 5. 2 تا میایم عقب. 1 2. میریم رو عدد 3. و یه نکته ریزی بهتون بگم، برای عدد دوم که میخوایم برگردیم باید داخل فلش اول برگردیم، نه بیرونش. اینم توجه داشته باشید. حالا که خوب یاد گرفتین برین سوال 1 صفحه 9 رو حل کنید، بعد بیاین ببینید درسته یا نه. خب بچه‌ها بریم ببینیم درست حل کردین یا نه. گفته امروز روز 7 ماه هست. 8 روز بعد چه روزی از ماه میشه؟ چندم ماه امروز؟ 7. یعنی از 0 7 تا بشماریم بریم جلو. 1 2 3 4 5 6 7. میشه اینجا. درسته؟ میایم. گفته 8 روز بعد، یعنی علامتش جمع. 8 تا میریم جلو. 1 2 3 4 5 6 7 8. میاد اینجا. درسته؟ میرسیم به 15. یعنی 8 روز بعد میشه 15 ماه. میتونیم همه مسئله رو که حل کردیم به صورت عبارت ریاضی بنویسیم. 7 ماه بوده، گفته 8 روز بعدش، یعنی به اضافه 8 که رو محور اعداد نشون دادیم شد 15. همین راحتی و آسونی تونستیم یه مسئله رو به روش محور انجام بدیم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. بعد بریم سراغ ادامه درس.
تو مسئله قبلی گفتیم که مسئله رو میتونیم با کمک محور اعداد حل کنیم که خیلی آسون و راحت بود. بعضی وقتا میخوایم با رسم چوب خط این کار رو انجام بدیم که این هم خیلی راحته. یه مثال زدم، حل کنیم با هم. امروز 4 گچ سفید تو کلاس داریم. امید آقا رفته 7 تا گچ رنگی رو از دفتر بگیره. چند تا گچ داریم؟ چون اینجا 2 تا چیز داریم، از 2 تا رنگم استفاده میکنیم برای رسم چوب خط که اشتباه نکنیم. یه دونه واسه گچ سفید، یه دونه واسه گچ رنگی. بچه ها 4 تا گچ سفید داشتیم. باید چند تا چوب خط بزنم؟ 4 تا دیگه. 1 2 3 4. بعد میریم سراغ گچ رنگی. گفتیم که اینجا چون 2 تا گچ داریم، یه دونه گچ سفید، یه دونه گچ رنگی، از 2 تا رنگ استفاده میکنیم. برای گچ سفید من قرمز زدم و برای گچ رنگی آبی میزنم. چند تا گچ رنگی آقا امید زحمتشو کشیده؟ 7 تا. آقا من این 7 تا رو کنار این بزنم؟ نه، ما یه عهدی داشتیم. گفتیم چوب خط باید بسته‌های 5 تایی باشه. اولی رو میزنم رو 4 تای قبلی. 1 2 3 4 5. شیشمی رو کجا بزنم؟ 6 7. درسته؟ عبارت ریاضیش هم بنویسیم. 4 به اضافه 7 میشه 11. و جلو نویسی مثلا فراموش نکنی. حالا چند گچ داریم؟ حالا 11 گچ داریم. پس یه نکته در گوشی بهتون بگم. ما تو رسم چوب خط بسته‌های 5 تایی میکشیم. فراموش نکنیم باید 5 تایی باشه. و برای این که بچه‌ها یه وقت اشتباه نکنیم میتونیم از رنگ‌های مختلف استفاده کنیم. مثلا من برای گچ سفید از قرمز استفاده کردم و برای گچ‌های رنگی از آبی. حالا برین سوال 2 صفحه 9 رو حل کنید، بعد بیاین ببینید درسته یا نه. میدونم بچه‌های گل من درست جواب دادن ولی باز حل می‌کنیم. گفته سینا 12 تا کتاب داره. امروز 5 تا کتاب دیگه هم خریده. حالا چند تا کتاب داره؟ میخوایم با رسم چوب خط این مسئله رو حل کنیم. بچه‌ها گفتیم میتونیم از رنگ‌های مختلف واسه چوب خط استفاده کنیم. سینا 12 تا کتاب داره. ما میایم این 12 تا رو با قرمز میزنیم. بریم چوب خط بزنیم، با هم بشماریم. 1 2 3 4. پنجم رو بزنم کنارش؟ نه 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 نه. 5 6 7 8 9 10 11 12. درسته؟ 12 تا چوب خط زدیم. ما یه قراری داشتیم بسته‌های چوب خط ما باید 5 تایی باشه. بله گفته امروز 5 تای دیگه هم خریده. بچه‌ها ما باید این 5 تا رو ادامه چوب خطای قبلی بزنیم. نگاه کنید ما گفتیم هر بسته چوب خط 5 تاییه. اینجا 2 تا داره. باید 3 تا دیگه اضافه کنیم. چند تا کتاب خریده؟ 5 تا. 1 2 آفرین 3 4 5. بچه‌ها میدونم شما عهدتون رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنید. بسته‌های چوب خط 5 تاییه. نبینم یه وقت یه عدد دیگه باشه ها. نگاه کنیم این 5 تاییه. این بسته چوب خط هم 5 تاییه. این یکی هم 5 تاییه. این یکی که 2 تایه چون دیگه عدد نداشتیم. درسته؟ حالا میخوایم به عبارت ریاضی هم بنویسیم. 12 تا کتاب داشته. 5 تا دیگه هم خریده. شد چند؟ 5 10 15 با 2 میشه 17. 17 تا کتاب داره. دیدین چقدر راحته؟ اینجا رو نگاه کنید. 2 تا داداش بودن به نام اصغر آقا و اکبر آقا. سلام علیکم. سلام بچه‌ها. سلام سلام. این آقا داداشای خیلی خوب و مهربون و با صفایی هستن مثل شما بچه‌ها. فقط بچه‌ها این آقا داداشا یکم کوچولو حسود تشریف داشتن. با ما بود؟ فکر کنم داداش 100%.
نه منظورم این بود که نظراتون شبیه همه. البته همیشه. مثلا اینجا رو نگاه کنید. آقداداشا کشاورز بودن. یه زمین خیلی بزرگ داشتن که به 2 قسمت مساوی تقسیم شده بود. حالا اگه این آقداداش تو زمینش هویج میکاش، اون یکی هم همون کارو میکرد. اکبر آقا سیب زمینی میکاش، اصغر آقا هم همین کارو میکرد. اصغر آقا گندم میکاش، اکبر آقا هم همونو میکاش. یعنی اگه یه آینه میذاشتی بین این 2 تا زمین، عین هم بود. کپی هم دیگه. این خط رو نگاه کنید. 2 طرف خط مثل هم بود. جوری که میتونیم بگیم این یه خط تقارنه، چون 2 طرفش مثل همه. دقیقاً عین هم دیگه. پس خط تقارن چیه بچه ها؟ خطیه که هر چیزی، هر وسیله‌ای یا شکلی طرف راست باشه اون طرف هم هست. بهش میگن تقارن 2 قسمتی. این خطی که بینشه این زمین رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کرده که توی هر قسمت دقیقاً چیزاییه که توی اون صفحه هم هست. حالا بریم شاهکارهای دیگه شون هم ببینیم. ببینید یه روز اگه این آقداداش تو زمینش درخت میکاش، فرداش همون درخت همون جوری تو زمینش میکاش. اگه میرفت اون یکی شکلات میگرفت، اون یکی هم همون جور، همون تعداد و به همون رنگ شکلات میگرفت. یه توپ میخرید، اونم همون توپو میخرید. پس خط تقارن رو یاد گرفتیم. حالا داستان از اینجایی شروع شد که 2 تا از دوستای دیگه شونم به این 2 نفر اضافه شدن. یعنی اگر این 2 تا یه چیزی می‌خریدن، اون 2 تا همون چیزا رو می‌خریدن. این 2 تا یه چیزی رو می‌کشیدن، اون 2 تا هم همون چیزا رو می‌کشیدن. پس این صفحه رو نگاه کنی. این خط میشد تقارن 2 قسمتی، ولی وقتی یه خط دیگه میاد میشه تقارن 4 قسمتی. حالا اینجا رو نگاه کنید بچه ها. مثلا اگر این همسایه یه دایره میکشید توی خونش، همسایه یه سمت چپی هم یه دایره میکشید تو حیاتش. اون یکی همسایه پایین سمت راستی هم یه دونه دایره همون جای خونش میکشید و اون یکی همسایه هم از اون 3 تا تقلید میکرد و همون دایره رو تو حیاط میکشید. دوباره اگه اون همسایه یه مثلث توی خونش میکشید، همسایه یه سمت راستی همون مثلث رو تو حیاط خونش میکشید. بعدش همسایه پایینی و همسایه کناری. خلاصه هر کاری که یکیشون انجام میداد، اون 3 تا انجام میدادن مثل هم دیگه. یعنی این صفحه رو نگاه کنید. هر 4 قسمتش مثل همه، هم از نظر رنگ هم از نظر شکلش. به این میگن تقارن 4 قسمتی. پس تقارن 4 قسمتی یعنی اگه توی یه قسمت یه چیزی بکشیم، باید توی این 3 قسمت هم تقلید کنیم. مثل این 4 تا همسایه. شما میتونید یه برگر رو 4 قسمتش کنید. یعنی 2 تا خط تا بزنید و این شکلا رو روش بکشید تا ببینید روی هم میفته. به این میگن تقارن 4 قسمتی. چون 4 قسمت میشه صفحه ما که هر چیزی تو هر کدوم باشه تو اون 3 تا مثل همونا هست که بهش میگیم کپی یا تقلید. پس بچه ها تمرین یادتون نره، هر چقدر دوست دارین شکل بکشین با مداد یا مداد رنگی، بعد تا بزنید و روش رو با دست یا مداد محکم فشار بدین که طرحش اونورم چاپ بشه. بعد باز کنید. حالا شما مثل این همسایه ها طرحهای مثل هم دارید. بعد که خوب کار کردین برید صفحه 9 رو کامل کنید. ببینم گل دخترها و گل پسرای باهوش من چی کار میکنن. حق نگهدارتون.